بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و توانا. انشالله که مثل همیشه کاملا خوب و صحتمند باشین. خوب هستین بچه ها؟ بله. بخیر اومدین؟ درس شروع کنیم بخیر؟ بله. بسیار. پس اگر شما آماده هستین، من کاملا آماده هستم. بیاییم که با یه آمادگی کامل درس خود بخیر شروع کنیم. درس ما درس 11 دری صنف 7 است که بین صفحات 47 الی 50 کتاب ما و شما آمده. اگر عنوانش بگویم شاید در ذهنتان بگرده که عنوان چی معنا، و زیادتر ما و شما معنای عنوان هم میفهمیم. عنوان هست اسراف. یک بار فکر کنین مثل من. آفرین، حتما فکر کردین. معنایش هم من مطمئن هستم میفهمید. اما امروز زیادتر درباره اسراف میفهمیم. یعنی بیشتر از حد ضرورت از یک چیز استفاده کردن. خدای نخواسته ما و شما هیچ وقت اسراف کننده نبودیم و نیستیم و نخواد بودیم. اما پیش از اینکه درباره اسراف بگوییم و اینکه چرا باید اسراف نکنیم و در مقابل اسراف چی کارا رو باید انجام بدیم، امروز میفهمیم. به این که خیلی مرور درس گذشته خودم انجام بدیم، باز میریم اهداف درس رو میبینیم و خود درس. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. ما شما در درس گذشته در مورد ارزش و اهمیت آب گفتیم آب یکی از عناصر و ماده های بسیار زیاد مهم در زندگی هر موجود زنده است. به این معنی که اگر آب نباشه شاید حیات و زندگی وجود نداشته باشه، مخصوصا حیات و زندگی ما و شما انسان ها. گفته میشه که تقریبا بین 60 الی 75% وجود انسان آب تشکیل میده. چقدر زیاد است. از این خاطر یکی از عناصر مهم و اساسی در زندگی هر موجود زنده است. اگر آب نباشه، شما فرض کنین که یک زمین هاره و خشک باشه، در اوج هیچ چیز نمیرویه. وقتی هیچ چیز نرویه، ما شما را خورد و خوراک خود چیز نخواد داشتیم. اما برعکس، اگر اونجا باران بباره، در زمستان برف بباره و زمین از او آب سیراب شوه، ما میتونیم کشت و کار کنیم. حتی گیاهای خودرو، حتی بسیاری از میوه های خودرو و بسیاری چیزایی که نیاز به آب طبیعی داره، مثل گندم للمی در اوج خاد روید و ما میتونیم از او استفاده کنیم. یا هر موجود دیگر شما ببینین که نیاز به آب داره، مثل ماهی. اگر آب نباشه ماهی هم نیست و آب است که ماهی است و ما و شما انسان ها میاییم ماهی را میگیریم، ازش استفاده میکنیم، تغذیه میشیم، قوی میشیم، میفروشیم و در اقتصاد کلان یک کشور، حتی کشورها، بسیار زیاد نقش مهم داره. خداوندم باران، برف میبارانه و از این نعمت بزرگ خود ما و شما را و هر موجود زنده دیگر را مستفید میسازه. پس ما شما گفتیم که آب یکی از عناصر بسیار زیاد مهم در زندگی است و هیچ وقت بیش از حد از آب استفاده نکنیم. استفاده بی جای از آب نشه. اگر شیر دهن نل باز میکنیم، اونمون لحظه‌ای که استفاده میکنیم همون مقداری که ضرورت ما از شیر دهن نل باید باز باشه. اما آب ناقضایی نشه. متوجه مصرف آب باشیم. و کشور ما یکی از کشورهایی است که بهترین آب شیرین در سطح تمامی کشورهای دنیا داره. از آبایی که در افغانستان هست، دریاهای مختلفی که هست، مثل دریای پنشیر، دریای کنر، دریای هیرمند، دریای آمو، دریای کابل، حتما یادتان میاد. اگر آب داره از این نعمت خوب استفاده کنیم، در تولید برق استفاده کنیم، در زراعت خود استفاده کنیم، دوباره او را بیاییم بازیافت کنیم، در صنعت‌های دیگه که هست استفاده کنیم. این نعمت بزرگ خداوند کاملا مفت رایگان بر ما و شما داده و قدر این نعمت خدا بفهمیم، آبای خدا هم کنترل کنیم. پس آب یکی از عناصر بسیار زیاد مهم مثل اکسیژن در زندگی ما انسان ها و هر موجود زنده دیگه است. در بخش قواعد دستوری ما و شما در مورد صفت تفضیلی گفتیم و نشانه و علامت صفت تفضیلی هم میشد تر، که ما و شما می آمدیم بزرگی، افضلیت و برتری یک شای نسبت به شای دیگه، یک کس نسبت به کس دیگه، یک جای نسبت به جای دیگه نشان میدادیم. مثلا میگیم خوب،
اگر بخوای میره تفضیل بسازیم میشه خوبتر و اگر واقعا عالی بسازیمش میشه بهترین یا لایقتر لایقترین. ای صفت تفضیلی بود و نشانه هایش که ما شما در درس گذشته گفتیم. کارخانگی هم حتما یادتان است، براتان کارخانگی داده بودم و همیشه کارهای خانگیتان عالی انجام میتین. من عاشق کارهای خانگی شماستم. به خاطر چی؟ به خاطر که مرور دوباره میکنین، مطالعه میکنین، زحمت میکشین و کاری را که من به شما مسپارم و هر استاد دیگه به شما مسپاره او را انجام میتین. این بسیار زیاد برای من مهم است و قابل احترام. تشکر از همتان. آماده هستین که درس فعلی را شروع کنیم؟ بله. پیش از اینکه راجع به اسراف بگوییم بین اول اهداف درس خود مرور کنیم و ببینیم. ندیم جان، اولین هدف درس ما شما است که ما و استادای ما و درس و کتاب در شما علاقمندی و صرفه‌جویی در هر کار زندگی ایجاد کنیم. شما از برق استفاده میکنین، اگر زمان زیاده خداوند اختیار شما مانده، اگر عمر دراز در اختیارتان مانده، اگر هر نعمت را که در اختیارتان مانده پدر و مادر مهربان و مقبول در اختیار شماست، بیم از این نعمتهای خداوند شکرگزاری کنیم و ازشان خوب استفاده کنیم. نه در محبت خود، نه در کم مهری خود افراط تفرید نکنیم. از هر چیز به اندازش درست و منطقی استفاده کنیم. هدف دوم درس ما شما تقویت مهارت‌های اساسی زبان و مخصوصاً در مورد اسم و صفت است. شاید در پیشتان سوال باشه که چرا اسم و صفت؟ ما اسم و صفت قبلا خواندیم، مشکل نیست. وقتی ما شما دوباره تکرار میکنیم میشه تکرار افضل و او دیگه خاطر نشین میشه و هیچ وقت فراموش ما نمیشه. اما امروز متفاوت تر درباره اسم و صفت میگیم. من براتون سوال میگم و از او اسم و صفتایش با هم استخراج میکنیم و خوبتر میفهمیم که اسم چیست و صفتش چیست. درست؟ آماده؟ شروع کنیم بخیر؟ بسیار. پس بین که درباره اسراف بگیم. اما سوال میپرسم، این سوال شما هم درباره‌اش فکر کنین، درباره جوابش هم فکر کنین که واقعا این سوال آدم به فکر میندازه. به نظر شما اگر در آب، برق و وقت خود صرفه‌جویی نکنیم چی خواهد شد؟ و چرا اسراف کردن زشت و ناپسند است؟ یک بار فکر کنین. من مطمئن هستم همیشه فکر کردین. اگر ما آب در اختیار داریم، اگر برق در اختیار داریم، اگر وقتی بسیار زیاد در اختیار داریم، در او صرفه‌جویی میکنیم چی نتیجه داره؟ اگر اسراف میکنیم چی نتیجه داره؟ که صرفه‌جویی میشه کار خوب و اسراف میشه کار زشت و ناپسند. به خاطر که به این سوال جواب بتیم، پاسخش بگوییم، باید از خود بپرسیم که بارور شدن یک درخت سیب چقدر انرژی آفتاب ضرورت داره، چقدر ضرورت داره و هوا مواد معدنی که باید برای پرورش این درخت سیب مصرف شود و چند نفر زحمت بکشه تا یک درخت سیب به ثمر برسه و بر ما سیب میوه بده. فکر کردین؟ بدون شک فکر کردین. جواب ما و شما بسیار زیاد خواهد بود. بسیار زیاد. مثلا آب زیاد. بله آب زیاد ضرورت داره دیگه تا یک درخت سیب که نهال است میشنیم بزرگ میشه به سر ثمر میرسه بالاخره شکوفه میکنه و سیب حاصل میته. بسیار زیاد وقت هم کار داره، بسیار زیاد آب هم کار داره، هوا کار داره، مواد معدنی کار داره و زحمت بسیار زیاد کار داره تا او درخت به ثمر برسه و بر ما شما سیب تقدیم کنه. اما درست؟ بله. بدون شک به می شکل است. و از خود باید چند سوال دیگر هم بپرسیم. چند سوال دیگر. وقتی من این سوالا رو میپرسم از خود نمیپرسم، از شما هم میپرسم و شما هم از خود بپرسین و جوابش حتما فکر کنین. سوال اولی که آیا راضی میشیم که یک کودک، یک طفل گشنه و گرسنه خواب شوه و ما مقدار زیاد غذای خود دور پرتیم؟ دلتان میشه؟ اگر او طفل شما باشین گشنه خواب شوین و کس دیگه سیر بخوره و مقدار زیاد غذای خود او طرف پرته، به نظرتان رسیده که سرتان چی تیر میشه؟ بدلتان چی میگرده؟ و
سوال دیگه ای که میوه نیم خورده و مصرف نشده خود در کثافات دانی پرتیم، که در حقیقت تمام این کار و زحمت هایی که گفتیم افراد زیاد کار میکنه، آب زیاد مصرف میشه، وقت زیاد نیاز داره، مواد معدنی زیاد باید بر درخت سیب بتیم که او بارور شوه. فکر نمیکنین تمام این زحمت ها را ما میبریم در کثافت دانی مندازیم و در حقیقت نعمت های که خداوند بر ما و شما داده او را دور مندازیم؟ همونطور نیست؟ به نظرتان راحت خود بودیم که طفل تشنه بانه و بخوابه و ما آب بیهوده مصرف کنیم؟ فکر کردیم؟ یک طفل تشنه باشه و تشنه خواب بره، اما شما آب بیهوده مصرف کنیم، نه لباس بانیم، زیاد استفاده کنیم. فکر کردیم؟ بسیار من مطمئن هستم که امیالم فکر کرده میره. یا هم کودک قلم، کتابچه و کاغذ نداشته باشه و از تحصیل محروم بانه و ما شما کاغذ و کتابچه خود بی جهت پاره کنیم. چرا پاره کنیم؟ کی کاره تصفانه باز وقتا میکنیم. یا هم نانوشته و سفید او ورق قات کنیم، لولا کنیم، ده کثافت دانی پرتیم. این رو فکر کردیم؟ در حال که از اون طرف یک طفل که دوست داره تعلیم کنه، یاد بگیره، بیاموزه، قلم نداره، کتاب نداره، کتابچه نداره، بیک نداره، پنسل نداره، قلم تراش نداره، بی سواد کلان میشه. اما شما در این طرف چیزایی که داریم او را بیهوده ضایع میسازیم. خدای نخواسته این کارا را نکرده باشیم و نکنیم. یا سوال آخری که آیا درست است که ما بیش از اندازه و احتیاج خود و ضرورت که داریم برق مصرف کنیم و دیگرها در تاریکی بشینن نان بخورن، خواب شوند؟ برق نعمت است، روشنی برق نعمت است، اما شما خواب شویم و گروپ ما روشن، 500 گروپ روشن باشن ناق، در حالی که ما شما هیچ استفاده از او نکردیم. اما یک طفل ما، یک فامیل ما، یک خانواده، یک هموطن ما در غار کو شب روز خود دونم تاریکی غار کو سپری کن، در حالی که خداوند آب، آفتاب، خاک، هوا و تمامی نعمت‌های دیگه خود که بر انسانات داده و آفریده و هر انسان باید از او استفاده کنه و بهره ببره. بدون شک خداوند هر نعمت که داده بر تمام بندای خود داده، اما بعض بندایش هست که اسراف میکنن، صرفه‌جویی نمیکنن، حق دیگرارم زیر پای میکنن که ما شما حق هیچ کس انشالله زیر پای نکنیم. پس با ما شما لازم است که از تمامی نعمت‌ها استفاده درست و بجا کنیم که از یک طریق هم فرهنگ اسلامی و انسانی را در خود تربیت و نهادینه بسازیم و همچنان رضایت خداوند حاصل کنیم، چون خداوند میگه که اسراف کننده ها را دوست نداره. پس ما و شما اسراف نکنیم، صرفه‌جویی کنیم که هم خداوند ما و شما را دوست داشته باشه و هم رضایت خداوند حاصل شود. این تمام گپایی بود که درباره صرفه‌جویی گفتیم. اما در بخش قواعد دستوری بیاین که اسم و صفت بگیم. در مورد اسم و صفت قبلا هم براتون گفتم که ما شما گفتیم، خواندیم و میفهمیم که اسم چیست و صفت چیست. امروزم فقط ما براتون چند تا سوال میگم، شما و ما میگیم که اسم چیست و صفت چیست. سوال اول: دین مقدس اسلام اسراف را چگونه عمل میداند؟ در این سوالیه اسلام میشه اسم، اسراف که میشه اسراف کردن یک عمل هم میشه و خودش میشه صفت. درست؟ سوال دوم: در مورد استفاده بیجا و بی مورد از برق چه نظر دارید؟ این را من میمانم با شما که فکر کنین اسم در این سوال چیست و صفت در این سوال چیست. فکر کنین، با ذکرهای خانگیتان هم حتما من ازتان میپرسم. سوال سوم: اگر ما هر چیز را به قدر ضرورت مصرف کنیم چه اتفاق میافتد؟ بدون شک دیگه اگر به اندازه و بی اندازه هر دوش اثر داره. بسیار خوب، یک آدم دست خود بالا کرده. بپرسید استاد اسم چیست؟ سنویتان پرسید که اسم چیست. اسم گفتیم برای نامیدن شی، افراد و جای کاربر داره و استفاده میشه. وقتی میگیم کابل اسم یک مکان هم میگیم و نشان میدیم. وقتی میگیم که فایق شما اسم استادتانه هم نشان میدین و هم بیان میکنین میگین.
وقتی میگیم کتاب شما اسم یک شای میگین. پس اسم کلمه است که به خاطر نامیدن شای، مکان و فرد یا افراد کاربرد داره و استفاده میشه. فهمیدیم؟ بله. بسیار خوب. پس امروز درباره اسراف گفتیم که هیچ وقت اسراف نکنیم بلکه صرفه‌جویی کنیم و در مورد اسم و صفت هم مثال گفتیم. اما کارهای خانگیتان نوشته کنین. سوال اول: اسراف چیست؟ در 2 مثال شرح دهید. میگن اسراف چیست؟ 2 مثال هم میگید. سوال دوم: اسم و صفت در جمله ذیل کدام است؟ احمد کامه پسر لایق و صادق است. میگن ایش اسم است یا صفت. و سوم: یک مقاله 500 کلمه‌ای در مورد اسراف و زیانهای اسراف بنویسیم. در 500 کلمه میگن اسراف چیست؟ بسیار. درس ما اینجا تمام میشه و کوشش کنین که هیچ وقت اسراف نکنین و همیشه در کارهایتان صرفه‌جویی کنین. در استفاده هر چیز صرفه‌جویی کنین. تمامتون به خداوند بزرگ میسپارم. الله نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.